درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما سلسله کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 83. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره کنی و راهبری تعبیر می شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افینه صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. اگیسیلای قبل از این ما درباره چنین کارنمایی‌های اگیسیلای صحبت کردیم که شاهدان آنها همزمانان سرشماری خود او بودند. حقیقت بودن این گونه کارنمایی‌ها را اثبات کردن لازم نیست. تنها ذکر نامشان کفایه است و در حال به آنها اعتماد خواهد آورد. حالا من کوشش می‌کنم که عظمت خصلت‌های روانی اگیسیلای را آشکار سازم که به شرافت آنها توانسته است به همه این کامیابی‌های نائل گردد که او را وادار ساختند که تمام عمر برای هر چیزی زیبا تلاش ورزیده بر همه پستی‌ها نفرت داشته باشد. اگیسیلای به مقررات الهی با چنان پرهیزگاری مناسبت میکرد که حتی دشمنانش سوگندها و عهده‌داری‌های شرطناموی او را نسبت به دوستی بین خود آنها با اعتماد تر می‌دانستند. درباره یگان چیز با هم عهد بسته، ایشان اکثراً از گرد آمدن در یک جای معین می‌ترسیدند، اما برای او باشد با آمادگی حیاتشان را می‌بخشیدند. برای آنکه کسی شبهه نکند، من اشخاصی برجسته ترینی را که به او اعتماد داشتند نامبر می‌کنم. سپیفریدت پارس فهمید که فرنبس با تمام قوهش کوشش دارد که دختری شاه را به زنی گیرد و در عین زمان نقشه داشت که او سپیفریدت را به دختری کنیز خود تسلیم کند. این را نسبت به خودش تحقیری سخت دانسته با اطاعت و زیر بیرق اگیسیلای رفت و زن و فرزندان و تمام لشکرش را با اطاعت او درآورد. کاتیس که حاکم پفلگانیا بود، با وجود آنکه شاه به وی قبل صداقت و دوستی داده بود، با اطاعت شاه فارس ندرآمد. کاتیس هراس داشت که اگر او تحت قدرت شاه قرار گیرد، مبادا از پول کلان و حتی از حیات خودش هم محروم شود. برعکس به عهد و پیمان با اگیسیلای کاملا باور کرده به اردوگاهش آمد
و با او عهد اتفاق مدافعوی و هجوم کنی بست. وی که در زیر فرماندهیش 1000 سواره و 2000 پلتست ها داشت، برای شرکت در محاربه های حربی در اتفاق با اگیسیلای برتری می داد. با اگیسیلای و فرنباس گفت و شنید نموده، با آنها به سازش رسید که طبق آن اگر او فرنباس را فرمانده سپاه شاهی تعیین نکنند، از همراهی با شاه فارس جدا می شود. اما اگر من فرمانده شوم، علاوه کرد فرنباس، من همراه تو اگیسیلای نه برای حیاتم بلکه تا دم مرگم جنگ خواهم کرد. فرنباس چنین سخن رانده اصلا نمی ترسید که به او خیانت کرده می تواند. چنین خصلتی بزرگ و نجیب را همه آدمان و مخصوصاً فرماندهان لشکر دارند که آن نشانه صداقت و پاک وجدانی است که همگان اعتراف می کنند. این است آن چیزی که من می خواستم درباره پرهیزگاری اگیسیلای حرف زنم. اگیسیلای در مورد شایستگی او در مسئله های مالیوی باشد، دلیل بهترین آن چیز غیر از نکته زیرین شده نمی تواند. هیچ کس یگان وقت از آن شکایت نبرده است که اگیسیلای از او چیزی را به زوری گرفته باشد. برعکس بسیاری ها تصدیق نمودند که او نسبت به آنها خیلی سخاوتمند بوده است. آیا می توان به مال دیگران طمع برده به این وسیله شخص برای خود آبروی بد پیدا کند، اما از بخشیدن ثروت و اموال خود به آدمان اینقدر لذت بره؟ اگر او طمعکار می بود، می توانست با کمترین تلاش ها خود را با التفات عادی محدود سازد و نه برای به دست آوردن آن کوشش به خرج دهد که به او تعلق ندارد. علاوه بر این، آیا شخصی به مال و ملک کسی دیگر که از روی قانون جزا داده می شود تجاوز کرده می تواند که از ناشکری بیشتر می ترسد که آن هم قابل حکم است؟ اما اگیسیلای نه تنها ناسپاسی را بدترین خصلت انسان می دانست، بلکه به قدر امکان پاسخ ندادن به نیکی را شرمندگی می دانست. کی جرأت کرده می تواند که او را به اسراف پول دولت عیبدار کند، در حالی که حتی پاداشی را که حق وی بود به فایده دولت می گذراند؟ مگر دلیل بزرگترین بیغرضی او نیست که از دیگران می توانست پول قرض بگیرد و خواستی به دولت یا به دوستانش دادن آن پول را داشته باشد؟ اگر خدمتگزاریش را می فروخت و یا کار خیری را بر عوض مزد به جا می آورد، هیچ کس خود را در نزد او قرضدار نمی شمارید. ولی آدمانی که برایشان کارهای خیری بی مزد به اجرا رسیده است، هم از سبب آنکه به آنها خدمت رسانده و هم برای آنکه سزاواری باوری دانسته شده اند، در شکرگزاری قادرند که همیشه با کمال میل به خیرخواه خویش کمک رسانند. مگر تعجب آور نیست که اگیسیلای که کم بضاعت بودن را افضل‌تر می دانست، نسبت به وسیله ناعادلانه باعث شدن شایستگی نفس را نگاه می داشت و از منفعت‌های ننگین و پست دوری می جست. در حقیقت
وقتی که دولت اسپارتا تمامی بایگری اگیس را به او مکافات داد، نصف آن را به خویش و تبار طرف مادرش هدیه کرد، زیرا از احوال فقیرانه آنها خبردار بود. درستی این فکر را تمامی جامعه اسپارتا تصدیق کرده می تواند. وقتی که تیفراوست به او تحفه‌های زیاد پیشنهاد کردن گرفت تا که او از کشور بیرون رود، اگیسیلای چنین جواب داد: تیفراوست، در عادت ما فرمانده را ستایش می کنند که نه خودش بلکه تمام لشکرش را ثروتمند می گرداند. در مورد مال دشمنان باشد، ما اولاتر می حسابیم که آن را نسبت بر آن که همچون هدیه برایمان عطا کنند همچون غنیمت جنگی بگیریم. اگیسیلای باب 5. به ضمن این، آیا کسی اگیسیلای را همچون غلام یگان هوس دیده است که آن بر آدمان زیاد حکمران می شود؟ او اطمینان داشت که از مستی هم مثل دیوانگی و پاره‌خوری همچنین مانند همه گونه جنایت های دیگر باید حذر کرد. هنگام یک بزم عاموی 2 لقمه غذا گرفته، اگیسیلای یک تای آنها را هم برای خود نگاه نداشت. حصه گرفته‌اش را نخورده، آن را در بین حاضرین ضیافت تقسیم کرد. به قول او به شاهان اسپارتا نصیبه 2 معیاری نه برای آن داده می شود که شکمشان را بیشتر سیر کنند، بلکه برای آن که در سر دسترخوان به هر کسی که خواهند لطف و احترام گذارند. اگیسیلای همیشه با سیرخوابی با موفقیت مبارزه می برد و نیاز خود را به آن موافق وضعیت جاری قیاس می کرد. هنگامی که بستری او از دیگران ناچیزتر و حقیرتر نمی نمود، از آن روی راست شرم می کرد، زیرا چنین می پنداشت که سرلشکر باید از دیگران نه با ملایمی و لطافت بلکه با شیوهی سنگینتری حیات فرق داشته باشد. اگیسیلای همیشه افتخار می کرد که در تابستان با تأثیر نورهای از حد زیاد آفتاب و در زمستان با سردی آب و تاب یابد. هنگامی که به دوش جنگاوران زحمتی دشوار می افتاد، از همه بیشتر مهنت می کرد، زیرا باوری داشت که این گونه کردارهای سرلشکر به جنگاوران الهام می بخشند و تاباوری به دشواری ها را آسان می گردانند. خلاص می توان گفت که اگیسیلای هنگامی به دشواری ها دچار آمدنش شاد می شد و به سستی و ضعیفی کاملا راه نمی داد. خودداری کردن او را از لذت‌های عاشقی اگر نه به خاطر چیزی دیگر بلکه حد اقل به خاطر حادثه عجیب زیرین ذکر کردن جایز است. اگر اگیسیلای از چنین لذت‌هایی که به آنها میل نداشت خودداری می کرد، همه آن را همچون صفتی که به کل آدمان خاص است اعتراف می نمودند. اما مگر حالت زیرین قله عالی دوراندیشی و پرهیزگاری رسیدن به درجه شیدایی نیست؟ اگیسیلای به میگبت پسری سپیفریداتس عاشق بود، به حدی که تنها طبیعت قوی میتواند به یک جوان زیبا عاشق شود. در تعامل پارس ها بوسه کردن آنهایی را که مخصوصاً دوست می‌دارند و احترام می‌کنند معمول است. وقتی میگبت
خواست اگیسیلای را ببوسد، او تمام ارادهش را به کار برد تا که از بوسه کنارگیری کند. میگبت از این مناسبت عمیقاً رنجیده، پس از این دیگر برای بوسیدن او تلاش نورزید. آنگاه اگیسیلای به یکی از دوستانش رو آورده خواهش کرد که او را با میگبت آشتی دهد تا جوان باز هم به او عزت و احترام گذارد. آن دوستش از اگیسیلای پرسید آیا او میگبت را میبوسد اگر آنها را آشتی دهد؟ پس از کمی توقف اگیسیلای جواب داد نه، حتی اگر من در حال پس از آن بوسه زیباترین، قویترین و تیزدوترین آدمانی روی زمین گردیده باشم. گذشته از این، قسم به نام همه خدایان که بهتر آن است که من این مبارزه وزنین را با خودم باز هم برداشت نمایم. بگذار هر آن چیزی که میبینم به طلا مبدل شود هم، اما با این نرخ هم رضایتم را نخواهم داد. من خوب درک میکنم که بعضی ها به حقیقت این حالت شبهه خواهند داشت. به نظر من نیز چنین می نماید که برای بیشتری آدمان نسبت به این گونه هوس مغلوب کردن دشمن آسان تر است. هرچند بیشتری آدمان حق دارند که به این همه شبهه داشته باشند، زیرا که این گونه حادثه ها تنها به تعداد اندک ایشان معلوم است. همه ما خوب می دانیم که رفتارهای افراد معروف به ندرت پنهان باقی می مانند. با وجود این هیچ کس ادعا نکرده است که یگان کار ننگینی اگیسیلای را دیده است و حتی اگر او به چنین گمان رسیده باشد هم کسی به او باور نمی کرد. اگیسیلای به ملک بیگانه سفر نموده هیچگاه خانه الهیده‌ای را اشغال نمی کرد، بلکه همیشه یا در معبد که در آنجا به کارهای ناشایسته دست زدن کاملا غیر امکان است و یا در پیش نظر همه جای می گرفت تا که همه شاهد رفتاری پاکیزه او باشند. اگر همه آن چیزی که من درباره اگیسیلای در اینجا گفتم درست نباشد و تمام علت و عکس آن باوری داشته باشند، پس سخنان ستایشی من به هدف نمی رسند و من خودم را جزا خواهم داد. شما گفتار 83 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینافوند تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقول شنیدید. کارگردان شیرالی نغزلی، صدا بردار کریم جان حمیدزاده.